امروز پلن گشت و گذار توی شیرازه و قراره با تیم فرانک چپتر اینو شروع بکنیم دیگه. قراره با بچه های فرانک چپتر بریم. پیشا پیش عذرخواهم از بابت این صدای گرفته، ولی فکر کنم تا آخرش با همین صدا باید ادامه بدم. سلام اومدیم در خدمت دوستان گلمون هستیم که وایسادن جلوی مسجد تاریخی و سنتی و باستانی خواجه نصیر الملک. تو اینجایی؟ سلام. درود. سلام. خیلی دیر رسیدید ولی. سلام. وقت میگه شیرازی ها سرخیز نیستن. سلام. بچه همگی سلام. رفتیم کلی عکس گرفتیم، یادگاری ما گرفتیم. دیر رسیدیم بهتون. آره دیگه ما میخوایم جاتون بذاریم بریم خداحافظ. شیرازگردی رو امروز از باغ جهان نما شروع کردیم و اینم بگم تمام جایی که امروز من رفتم برای بار اول بود و خوشحالم که با بچهای فرانک چپتر بودم. خیلی خوش گذشت. انشالله بیشتر. ایشو هم من کل میزدم تماش هیچ کدوم هم کار نمی‌کردیم. من تازه اولین بار نفهمیدم کلی که روی استیج صداش در من و حالا میرسیم به سعدیه. بعد کل تفریح بچگی ما توی این بود که این ماهیگلیه رو زنده نگهش داریم تا تولد سعدی که تو اردیبهشت با کلی گریه و زاری با همون بود بزنیم بیارتون سعدی بندازیمش تو حوض سعدی. من یه بار یه ماهی داشتم خودمون کشتم ماهی رو نگه داشتم زنده بود. اومدیم اینجا و کل خانواده‌ام اومده بودن مثلا عمام و عمام همه بودن. همه جور جمع شد علی میخواد ماهیشو بندازه. من جو ماهی رو انداختم این ماهی اینجوری رفت نزدیک کف حوض که شد رسید به آب یه ماهی گوشخوار پرید تو هوا خورد. هنوز تراژدیش تو ذهن منه. بریم محل واقعه رو بهتون نشون بدم. یه تراپی برو. چرا پول میندازن؟ بعد از باز کردن پک‌های هویجا رو به نشانه احترام بالا زدیم. حالا میریم به سمت باغ ارم. خب بچه دو نفر اسم بازی نکردن درسته؟ بچه داستان اسم اینطوریه که یه کلمه رو گوشی نشون داده میشه، میبینید میزنید دکمه رو که من دیدم میدید دست نفر بعد. برای همه ما کلمه نشون داده میشه به جز 4 نفر. به 4 نفر میگه شما جاسوسی. خب بعد ما اینطوری بازی میکنیم که دست اول از یه نفر بازی شروع میشه. مثلا کسی که از همه پشتی تره، یا کسی که از همه مثلا قیافه شبیه بنگیه تر. اینو تو ازی در. خب
بعد شروع میکنه اکثریت موافقن که اسپای هستی. اسپای هستی؟ نیستی؟ چرا گفتی؟ بازی تمام شد. بابا پرسیدی که بگیم؟ کردم چجوری میتونی اینقدر باشی، چجوری میتونی اینقدر باشی. رسیدیم به گاز میگیره ولی اگه مشخص نباشه داوود. یه پارکی هم نزدیک همون فلکه گاز بود که نشستیم و ناهارمون رو خوردیم و مقصد آخرمونم بازار وکیل و سرای مشیر بود. زمانی که از سرای مشیر بیرون اومدیم هوا کاملا تاریک شده بود، اما اینجا توی هوای تاریک هم حس و حال خودش رو خوب میتونه منتقل کنه. یکی از روزای خوشگل توی زندگی من بود، کنار آدمایی که مدت طولانی نبود که میشناختمشون، آدمای ساده و بیریایی که خوشحال بودن و بلد بودن. بله، زندگی همینه، همین خوشی‌های کوچیک، همین خوشحالی‌های یه روزه، همین آدمای رندومی که میتونی پیدا کنی و باهاشون خوش بگذرونی.